سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون عالی باشه. میخوام بهتون آموزش بدم چطور بتونید با افزونه داپلیکیتور خیلی راحت از سایتتون بکاپ بگیرید یا از هاستینگی به هاستینگ دیگه بتونید سایتتون رو در واقع منتقل کنید یا مهاجرت کنید. خب ببینید بچه‌ها، برای شروع همین نسخه رایگان داپلیکیتور رو از مخزن میتونید دانلود کنید، روی سایتتون نصب کنید. وقتی که افزونه رو نصب کردید، پایین در واقع سایت بار پیشخانتون یه گزینه به نام داپلیکیتور اضافه میشه که خب حالا ممکنه یا فارسی نوشته باشه یا انگلیسی. در هر صورت وقتی روی داپلیکیتور کلیک کنید، اینجا این فضای پشتیبانگیری براتون باز میشه. اینجا ایجاد جدید رو میزنیم و تو این صفحه لازم نیست به چیزی دست بزنیم. اگر خواستین در واقع نام فایل بکاپ رو عوض کنید، اینجا میتونید تغییرش بدید و عرضم بزرگ گلتون که دیگه نیازی نیست کاری کنید و دکمه بعدی رو میزنید. خب شروع میکنه به اسکن سایت که ببینه چه فایلایی داریم، چه حجمی هست و چه چیزایی هست که همه رو جمع بندی میکنه. میاد بهتون نشون میده، میگه که آقا 344 مگابایت حجم سایتت شده. اگر تایید میکنید برید مرحله بعد. من تایید میکنم و ساختن رو میزنم. شروع میکنه به ساخت بسته نسبی. ببینید بچه‌ها، داپلیکیتور دو تا فایل بهتون میده. یکی فایل بسته نسبی است که محتوای فایل پابلیک HTML داخلشه. یه فایل هم هست، فایل تکست installer.php. این دوتا رو به عنوان خروجی بهتون میده. خب حالا بذارید دانلود تموم بشه. این محتوای فایل پابلیک HTML رو که داره واسهتون فشرده میکنه، ممکنه با دو تا فرمت بهتون بده. ببینید بچه‌ها، الان بکاپ تموم شد. اینجا رو بایگانی یک بار کلیک کنید، محتوای فایل پابلیک HTML رو میتونید بگیرید و این نصب کننده هم کلیک کنید، یه فایل نصب کننده بهتون میده. بریم حالا روی اینجا دیگه کاری نداریم، بریم روی هاستینگ جدید تا اونجا من یه سری توضیحات هم خدمتتون بدم. خب بچه‌ها، ببینید ما اومدیم روی سی پنل سایت جدیدمون. خب حالا بریم اینجا. من میخواستم یه توضیح کوتاهی هم بدم، اینم الان خدمتتون میگم. میایم از قسمت فایلز و فایل منیجر باز میکنیم. اینجا از قسمت پابلیک HTML میایم اینجا بچه ها ببینید، من این دوتا فایلی که توی مرحله قبل با هم بکاپ گرفتیم و دانلود کردیم و اومدم اینجا آپلود کردم. ببینید اگر شما خب وارد این قسمت میشید، خب قطعا فایلی اینجا ندارید، یا اگر فایلی هم دارید بخواست رو تازه گرفتید که باید هرچی داخلش هست رو پاک کنید. توی پوش پابلیک HTML باید شما این دوتا فایل رو از طریق این دکمه آپلود بزنید، سلکت فایل رو بزنید و این دوتا فایلی که در واقع داپلیکیتور بهتون داده رو هر دوتا رو بارگذاری کنید داخل سی پنلتون و پوش پابلیک HTMLتون. بچه این نکته رو میخواستم بهتون بگم. ببینید داپلیکیتور دوتا فایل بهتون میده، گفتم یکی installer.php، یکی هم فایل زیپ یا دف. این بچه ها فرمت دف یا زیپ هر کدوم بهتون داد فرقی نمیکنه. اگر دیدین یه موقع بکاپ گرفتین این فایلی که حجمش بیشتره فرمتش دف هست، مشکلی نداره و فرمت خود داپلیکیتور هست. اگر هم دیدید که زیپ بود بازم اوکیه و همین مراحل نصب رو با هم میتونیم انجام بدیم. خب من اینجا میام بارگذاری فایل تو این قسمت رو که همه بلدن، اما با این حال گفتم دکمه آپلود رو میزنید. تو این فضا هر چیزی که خواستین رو سلکت میکنید، شروع میکنه به بارگذاری کردن. وقتی که سبز شد اینجا کلیک میکنید و میبینید فایلتون اینجا بارگذاری شده. حالا من اونی که اضافی هست رو دیلیت میکنم الان. خب این دوتا فایل برامون باقی مونده. خب برای ادامه باید چی کار کنیم؟ ما این فایل بکاپی که داپلیکیتور بهمون داد و اومدیم توی پابلیک HTML بارگذاری کردیم. برای ادامه میریم دوباره توی محیط سی پنل و از قسمت دیتابیس ویزارد کلیک میکنیم و شروع میکنیم یه در واقع ساخت یک دیتابیس جدید. اینجا بهمون میگه یک نام برای دیتابیستون مشخص کنید. من حالا به صورت رندوم اسمش رو میذارم کورا و کپی میکنم. نکست رو میزنم.
توی مرحله بعدی میگه من دیتابیست رو ساختم، حالا یک یوزر مشخص کن که با نام کاربری و پسوردش بتونه از این دیتابیس استفاده کنه. بچه اینجا خیلی مهمه. ببینید من اینجا نام یوزرم رو مجددا همون قبلیه رو میذارم، الزامی نیست حتما این کار رو انجام بدید، اما این کار خیلی راحته. خب پس نام یوزرم و نام دیتابیس همون که هر دوتا رو با هم شبیه هم وارد کردم. از قسمت پسورد، پسورد راحت نمیتونید بذارید و امنیت سایتتون رو میاره پایین. از قسمت پسورد جنریتور شما میتونید یک پسورد در واقع بگیرید و کپیش کنید، اینجا تیکش رو هم بزنید که من میخوام از این پسورد استفاده کنم و در آخر دکمه کرید یوزر رو هم بزنید. خب نکته‌ای که هست بچه ببینید شما باید یه فایل نوت داشته باشید. خب این اطلاعات رو ذخیره کنید. مثلا من اینجا می‌نویسم دیتابیس، خب و میام پایینتر اینجا رمز دیتابیسی که الان کپی کردیم و اینجا میذارم، کنترل اس رو میذارم که ذخیره بشه. بچه این خیلی مهمه، اگه این کار نکنید به مشکل میخورید. خب حالا میام مجددا اینجا. خب توی مرحله بعدی میگه یه دسترسی بهش چقدر میخوای بدی که از این در واقع هاستینگ استفاده کنه. من میزنم دسترسی کامل بهش میدم و مجددا نکست استپ رو میزنم. توی مرحله بعدی دیگه نصب تموم میشه. بچه این پیغامی که داده رو میتونید بخونید. ببینید میگه یوزر نامش شد این و دیتابیستون هم نامش شد این. از اونجایی که ما این در واقع کورا رو شبیه هم وارد کردیم، نام دیتابیس و نام یوزر دقیقاً عین هم شده. پس من اینجا دو تا کلیک میکنم و این در واقع نام دیتابیس و یوزرم رو میام توی فایل نوت ذخیره میکنم. این شد فایل دیتابیس هم، این شد ببخشید نام دیتابیس و نام یوزر، هر دوتا شبیه همه پس تفاوتی نداره کدومش رو بالا پایین بنویسید. خب بچه من این رو دیگه مشخص نمی کنم، شما میتونید اینجا دونه دونه مشخص کنید. مثلا یوزر اسمش اینه ببینید، یا مثلا پسورد این پایینی است. اینا رو میتونید واسه خودتون مشخص کنید. مثلا دیتابیس میشه این، یوزر میشه این و پسورد میشه این. حالت اصولیش اینطوری باید در واقع ذخیره کنید. خب حتما کنترل اس رو میزنیم تا این فایل نوت ذخیره بشه. مجددا میریم توی مرورگرمون. خب اینجا دیگه کاری نداریم، دیتابیس رو ساختیم و اینجا هم اومدیم تو پابلیک HTML دو تا فایل بکاپ رو بارگذاری کردیم. الان باید چی کار کنیم؟ الان باید نام دامنمون، یعنی اون سایت جدیدمون و اون دامنه جدیدمون که میخوایم سایت رو روش نصب کنیم رو باید توی مرورگر وارد کنیم. من میام نام دامنه رو کپی میکنم و توی URL پیستش میکنم. اینجا که وارد شدم ببینید بچه‌ها نام دامنه رو میزنم، آخرش اسلش میذارم. بعد از اسلش باید چی کار کنیم؟ اینجا خیلی مهمه، اینجا بچه‌ها خیلی در واقع گمراه میشن. ببینید بچه‌ها برای نصب بسته نصبی داپلیکیتور باید بیاین نام در واقع این پوشه نصابتون installer.php رو انتهای نام دامنه تایپ کنید. خب حالا من تایپ نمی کنم، همین installer.php رو رینیم میکنم و هر چیزی که اینجا هست رو کپی میکنم و اینو کنسل میکنم و میرم توی URL هم و اینجا در واقع اینو پیست میکنم. پس میشه نام دامنه شما اسلش و آخرش installer.php. هر چیزی که اینجا اشتباه بزنی صفحه نصب داپلیکیتور براتون باز نمیشه. خب من اینتر رو میزنم. بچه به محض اینکه وارد شدید به این صفحه دو تا حالت نصب میبینید، یکی نصب بیسیکه، یکی نصب ادوانسه. بچه حتما نصب ادوانس رو انتخاب کنید. حالا علتش هم حالا اگه ویدیو وقت شد تو آخر ویدیو خدمتتون توضیح میدم. من میذارم نصب رو روی ادوانس و میام شروع میکنم. تو این مرحله اول یه چیزی فقط ازتون میخواد، میگه نام دیتابیس، نام یوزر و پسورد رو برای ما اینجا وارد کنید. ما دقیقاً چیه؟ اینا همونایی که ما الان با هم ذخیره کردیم، به همین خاطر گفتم توی این نوتتون اینا رو ذخیره کنید.
خب من نام دیتابیس رو میام اینجا پیست میکنم. ببینید بچه ها نوشته دیتابیس و میام اینجا نام یوزر رو هم کپی میکنم و میارم اینجا. این دوتا شبیه هم بود، میتونیم که این دوتا رو در واقع جدا جدا کپی نکنیم. پسورد رو هم کپی میکنیم و میاریم توی قسمت پسورد و اینجا پیستش میکنیم. دکمه ولیدیت رو میزنیم. خب اینجا هم کاری نداریم، فقط میایم پایین و در واقع این تیک پذیرش رو میزنید و مجددا نکست و اوکی رو میزنید. اینجا شروع میکنه به اکسترکت کردن اون فایل دفی که بهتون داده بود، یعنی محتوای فایل پابلیک. خب بچه ها اکسترکت فایل تموم شد. الان اومده برای نصب تیبل های دیتابیس. اینجا هم من نکست رو میزنم. الان شروع میکنه به نصب دیتابیس. خب واسه من گفتم چون سایت هم در واقع سبکه خیلی زود تمام میشه. خب بچه ها نکته‌ای که میخواستم خدمتتون بگم، ببینید وقتی که شما حالا یه قالب آماده یا یک در واقع سایت آماده یا یک بسته نصبی که میخرید، اطلاعات ورود به وردپرسش رو ندارید. به همین خاطر موقع نصب اولیه ما میایم از حالت بیسیک نصب رو میذاریم رو حالت ادوانس، ابتدای نصب داپلیکیتور که بهتون گفتم. و وقتی که روی حالت ادوانس نصب میکنیم توی مرحله آخر میتونیم اینجا ما یک ادمین اکانت مشخص کنیم. اینجا میایم و create new user رو میزنیم. اینجا یک نام یوزر، یک پسورد و یک ایمیل وارد میکنیم. حالا اجازه بدید من اطلاعاتم رو وارد کنم. خب بچه ها ببینید من یوزر رو گذاشتم اینجا WP داتای آرش رو حالا نذاشتم، اسم سایت شرکتمون، اسم سایت خودمون. پسورد رو هم یه چیز سخت گذاشتم. بچه ها ببینید حتما هم دیتابیس و اطلاعاتش رو موقع ساخت باید ذخیره کنید، هم اطلاعات ورود به وردپرس رو. هر چیزی که اینجا یوزر نیم، پسورد و ایمیلی که میزنید رو اینجا باید ذخیره کنید. خب من الان یوزر جدیدم هم دستور دادم که بسازه و نکست رو میزنم. خب کار فاینالش رو انجام میده. خب ببینید بچه ها اینجا دیگه میتونیم ادمین لاگین در واقع وارد پیشخوان وردپرس بشیم و نصبش تقریبا کامل شده، تمام شده. فقط یه نکته ای که میمونه، ببینید الان اینجا توی سی پنل توی پابلیک HTML یک در واقع رفرش میکنم، ببینید سایت کامل نصب شده. فقط 3 تا فایل باقی مونده. یکی فایل در واقع دف همون 152 مگابایتیه با حجم زیاد، هنوز باقی مونده باید پاک بشه. یه دونه فایل installer.php مونده باید پاک بشه. یه دونه فایل بوتلاگ. این 3 تا باید پاک بشن. حالا داپلیکیتور اینجا به صورت پیش‌فرض و دیفالت این تیکش فعاله که میگه ما بعد از اینکه شما به پیشخوان وردپرستون لاگین بشین ما این فایل ها رو اتومات حذفشون میکنیم. پس ما میایم لاگین میکنیم داخل پیشخوانمون. خب به محض اینکه ما وارد پیشخوان بشیم، ببین بچه بعد از اینکه بکاپ ریستور میکنید دفعه اول ورود به سایت ممکنه یه مقدار طولانی باشه. خب سایتمون کامل منتقل شد، همه کارش انجام شد. الان توی پوشه پابلیک HTML مجددا یک بار رفرش کنیم میبینیم اون 3 تا فایل دیگه نیستن و اگر 1% باقی موندن اون 3 تا رو باید سلکت کنید و هر 3 تا رو دیلیتشون کنید. خب بچه ها ببینید بعد از اینکه در واقع سایت رو بازگردانی کردید یه کاری رو حتما باید بیاین انجام بدید از بخش تنظیمات و پیوندهای یکتا. اینجا باید بیاین
و هیچ تغییری لازم نیست انجام بدید. فقط کافیه یک بار ذخیره تغییرات رو بزنید تا لینک ها با دامنه جدید آپدیت بشه و خیلی راحت سایت باز بشه و مشکلی نداشته باشه. اگر سوالی داشتید بپرسید توی کامنت ها و اگر آموزش نیاز دارید بفرمایید، من آموزش کامل واسهتون ضبط میکنم و در اختیارتون قرار میدم. موفق باشید. روزتون بخیر.